همداران عزیز سلام علیکم. امروز 14 اپریل و 15 اپریل سال 2025 می باشد. قرار داریم در پیستازوری اکای فرهاد جان و وقتی که ما اومدیم همین پیسته ها رو پر از گل یافتیم. گفتیم پیسته نارینه نیست، همه پیسته مدینه گل کردگی. من میشناسم کو کوفته قراقم رفتیم از اونجا پیسته نارینه نودش بریده گلش آوردیم، یعنی که داماد رو آوردیم. حاضر گردآلود میکنیم دیشب توی حاضر من به شما نشون میدم پیسته نارینه گلش انا فرقت یک پیسته نارینه و پیسته مدینه دیدید؟ من پیسته نارینه گل این پیسته مدینه چیکار میکنیم؟ حاضر ما بالا این بعد چنگ میکنیم. خوابونید کمتر میمونیم و اکو جون انا گردآلود کنی سونی شدی نیم طبیعی. انا اینجا هم بیاره کن. اکو نمیدونم این کار ما چقدر برار میگیرد برار نمیگیرد. ما از مجبوری همین کارا کرداشتیم، از مجبوری همین کارا کرده ایستادیم. اگر دیر نکرده باشیم هرچند که الکه این من اکو اینجا پیسته نارینه گلش خشک شده ایستاده است. این 17 تا بود. من اینجا باید مقصد که گردآلود شود و همین سال ما با شما نشون دیم که پیسته بسته است. خب دیگرش رو هم خیلی دیگرش رو هم حاضر ما چند تا یافتیم. گفتیم بسیار یافتیم. درون به درون همش هم خیلی گل کردگی بسیار یک 10-15 تا یافتیم. یعنی که امسال اگر خدا خواهد همین کاری ما برار گیرد گردآلود کنیم ما پیسته میگیریم ان شاء الله. نارینه ما گل نکرده است. این نارینه دیده چه خیلی گل میکند. این مدینه گل مدینه کشود میشد، گل نارینه جافس میشد. انا خیلی میستاد بده دیگرش این قپیده است دیگه دیگه زنی شد رفتیم دیگرش رو به زنی انا چنگ کنم سر چنگ کد می چنگش خورد وقتی دیگه تید اینو دارید خوش چنگ کنی چنگ شده ان شاء الله. اللهم بارك لنا. الله برکته. tak bu دیگرش بود. همداران عزیز همین خیلی ما حاضر گردآلود میکنیم یک چند تا یافتگی ما رو تماشا میکنیم تو ماه آگوست. اگر ما دیر نکرده باشیم از طبیعت دیر نکرده باشیم همین گردآلود شود یعنی میبندد. گفتنی هستم که در اینجا ما گلی نارینه نیافتیم، رفتم مجبوری گلی نارینه رو از دیگر جا آوردیم، از پیسته ایرانی آورده پیسته ترکی رو گردآلود کردیم. خیلی برای شما هم دیاران عزیز من همین میدویم یک نشان تیم تجربه کنیم که شما از همین لذت برید از همین کاری ما و با همین کار مشغول شوید. یک جهان تشکر. همین پیسته های درگه پادپیسات کنید و لایک مونید. رحمت به شما.